کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان به توجه ساکنان و مهمانان کشور می‌رساند که بنا به گزارش اگنتی هواشناسی تاجیکستان از 31 ینور تا 4 فوریه سال روان در جمهوری هوای نامساعد باقی میماند. در اکثر ناحیه‌ها برف و باران میبارد. شب 30 به 31 ینور در یک قطار ناحیه‌ها این بارشات شدت میگیرند. بر اثر کاهش حرارت شبانه هوا از 31 ینور تا 2 فوریه سال 2024 در راه‌های کوهی یخبندی در نظر است. روزهای 29 30 ینور بر اثر بارشات زیاد احتمال بالاروی سطح آب در رودخانه‌های یغسو و قزلسو و دریاهای قسمت جنوب قطارکوه‌های ایثار دارد. روزهای 30 31 ینور در ناحیه‌های کوهی تابع جمهوری، ولایت سوخت و غرب ولایت مختار کوهستان بدخشان خطر لغزش در مه تهدید می‌کند. در رابطه با این کمیته ولایت‌های فوق‌العاده از شهروندان با احترام خواهش می‌کند که در این روزها سفرهای خود را به مناطق کوهستان محدود کنند و از هر گونه سفرهای بدون ضرورت خودداری ورزند. در منطقه‌های کوهستان همچنین انجام دادن هر گونه کارهای کشاورزی، جمع‌آوری هیزم، ماهی‌داری و غیره مصلحت داده نمی‌شود. کمیته از رانندگانی که می‌خواهند از طریق راه‌های کوهستان سفر کنند توصیه می‌دهد که قبل از سفر اول از منابع‌های رسمی از جمله کمیته ولایت‌های فوق‌العاده، وزارت کارهای داخله، خدمات راه وزارت نقلیات درباره وضع راه معلومات دقیق دریافت کنند. به اخبار اگنتی هواشناسی کشور در مورد باد و باران دقت دهند. به خاطر پیشگیری از هر گونه حادثه‌های ناخوش کمیته از رانندگان خواهش می‌کند که سرعت حرکت را در راه‌های کوهی بالا نبرند. فاصله بین ماشین‌ها را جداً رعایت کنند.